سلام رفقا، من امین فردینم و امروز یه ویدیوی جالب و جذاب و جنجالی براتون داریم که شاید تا حالا حتی بهش دقت هم نکردید، ولی وقتی بفهمیدش دیدتون نسبت به نقشه‌های هوایی ایران برای همیشه عوض میشه. همونجوری که به عنوان این ویدیو هم ما راجع به صحبت کردیم، موضوع ما راز زمین‌های چمن کنار پایگاه موشکی ایرانه. اینکه چرا اصلا این زمینای چمن فوتبال کنار پایگاه موشکی یا زاغای مهمات. یه چند تا تصویر اول بهتون نشون بدم که ببینید این تصاویر رو. مثلا این یه پایگاه موشکیه که حالا من زومش اگر بکنم، البته اینجا بیشتر شبیه زاغای مهمات هم میخوره. یه دونه زمین چمن اینجا است، یا مثلا توی یک بیابون دیگه ما اینجا میبینیم یک زمین فوتبال، یا به قول یارو میگه فوتباله. یا مثلا اینجا باز ما یک زمین فوتبال دیگه میبینیم، یا اینجا مثلا یک زمین چمن حتی مصنوعی میبینیم، با توجه به اینکه حالا این ور اون ورش هم درخت هست و چیزهای مختلف هست. اما حالا راجع به این قضیه میخوایم صحبت بکنیم که چرا کنار زمین‌های کنار این زاغای مهمات و پایگاه موشکی زمین چمن گذاشتن. من تا حالا به این موضوع فکر کردی که چرا مثلا وسط کویر کنار مثلا انبار مهمات و موشک مثلا همچین چیزایی گذاشتن؟ یعنی یه مربع سبز رنگ و خیلی شیک وسط این همه خاک و خشکی چی کار میکنه؟ تزیینیه یا یک نقشه امنیتیه؟ شاید هم یک دام. اینا چیزایی که در طول این ویدیو ما بهش پاسخ خواهیم داد و شاید به درد شما هم بخوره. اما قبل از اینکه من حالا راجع به این موضوع صحبت بکنم، وارد اصل ماجرا بشیم، یه نکته مهمی رو باید بهتون بگم که اول کار روشن کنم برای یه عده، چون یه چند تا استوری گذاشتن گفتن آقا تو جاسوسی، تو دشمنی، چون فلانی. تصاویری که ما تو این ویدیو داریم بررسی میکنیم دوستان نه محرمانه است، نه لو رفته و هیچ اطلاعات سری اینجا افشا نمیشه. این تصاویر سالهای ساله به صورت عمومی تو گوگل ارت و تو شبکه‌های اجتماعی و حتی تو کانال‌های تلگرامی تخصصی پخش شده. نه موقعیت مشخصی ما قرار اینجا بدیم، نه مختصاتی قرار لو بدیم، نه هدف نظامی قرار تعیین بکنیم. کاری که ما اینجا می‌خوایم بکنیم دوستان یه کار رسانه‌ای و اطلاع رسانیه. چون این تصاویر ماهواره‌ای که ما الان داریم پخش می‌کنیم لایوش رو امریکا داره. یعنی موساد لحظه به لحظه داره اینا رو رصد میکنه. ما فقط اومدیم پدیده عجیب رو بررسی بکنیم واقعا برای افزایش سواد بصری و امنیتی مردم. بازم میگم نه جاسوسیه، نه دشمنیه، نه کار اطلاعاتی. اونایی که بعد بدونن الان سالهای سال لحظه به لحظه این چیزها رو دارن با دقت میلیمتری پایش میکنن. انقدر هم جاسوس دارن تو این سیستم ها ساعت ورود و خروج کارمندا میدونن. و برای اینکه بدونید حالا پشت بعضی از این چیزهای ساده چه دنیای پیچیده خوابیده، ویدیو رو حتما ببینید. اگرم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که من سعی میکنم که حالا اینا رو تو طول ویدیوهای مختلف راجبشون صحبت بکنم و تکنیکای نظامی هم که هست حالا بهتون آموزش بدم که ببینید چقدر جالبه. مثلا تو دل یک کویر میان یه زمین چمن میزنن یا جای مختلف میزنن. بعد شاید خیلی از خودشون سوال بپرسن آقا مگه اینا دیوونن این کارو بکنن تابلو بشه؟ خب دیگه مثلا جنگندهای اسرائیلی میان دیگه لوکیشن نمیدن، میگن دل کویر بغل زمین چمنه بزن، آدرس دیگه مثلا اینجوری میدن به جنگندهای اسرائیلی. نه دوستان، اینا پشتش یه سری تکنیک‌های اطلاعاتی امنیتی وجود داره که جزء اسرار سری یک کشور حساب میشه. ولی این زمین‌های چمن یه نشونه است. حالا جلوتر به شما میگم. و اینکه این زمین‌های چمن تو دل مثلا کویر و کنار انبار مهمات واقعا یه چیزیه که نه تو روزنامه‌ها راجبش میشنوید، نه تو تلویزیون راجبش میگن، نه توی رسانه‌ها میگن. ولی واقعا اگر راجبش گفته بشه مو به تن آدم سیخ میشه. و این پازل‌ها رو وقتی بذارین کنار هم دیگه یه رمز گشایی میکنه که خیلی باحاله. و گاهی وقتا از زیر زمین تا توی آسمون، توی دوربین‌های ماهواره‌ای و جای مختلفی تیکه نقاطی میاد بیرون که برای هر کسی میتونه جالب و جذاب باشه.
اول یه مقدمه بگم، بعد حالا راجع به این قضیه هم شروع میکنم. اونایی که دنبال زمان شروع جنگن واقعا باید بفهمن که ما مدت هاست توی جنگ بی صدا نفس میکشیم و وقتی که این ویدیوها رو ببینید متوجه میشید که ما خیلی وقته که جنگ برامون شروع شده. اما این زمین چمن چند تا دلیل دارن که حالا گذاشته میشن. تو اکثر جاهای خشک و کویری در همه جای دنیا از تکنیک زمین فوتبال زمین چمن استفاده میشه. اولین دلیلش برای گمراه کردن دوربین ها و ماهواره های دشمنه اون کشوره، حالا هر کشوری میتونه باشه. وقتی یه منطقه خیلی داغه مثل بیابون یا کویر، کنارش زمین چمن سبز و مرطوب میذارن، این کار باعث میشه که دوربینای حرارتی و ماهواره دشمن دچار اشتباه بشن، چون چمن دما رو پایین نگه میداره و سیستمایی که با گرما کار میکنن نمیتونن بفهمن دقیقاً اونجا چیه، پس فکر میکنن که مثلا اونجا یه چیز خاصی نیست در اونجا، مثلا در حالی که مثلا ممکنه اونجا مثلا ورودی مثلا تونل موشک باشه. چطوری؟ حالا میخوام براتون ساده تر توضیح بدم. وقتی که از بالا نقشه‌های هواشناسی رو میگیرن، سطح زمین حالا اگر خاک باشه یا اصطلاحاً کویری باشه، تو دل کویر صبح‌ها نزدیک ظهرها بسیار گرمه و تو دل شب بسیار سرده و هیچ تمایزی اتفاق نمیافته. وقتی شما چمن رو اونجا میذارید، چمن یک موجود زنده است دیگه، حتی شما اگه آبم بذارید تمایز اتفاق نمیافته. اون چمن دما رو ثابت نگه میداره و تمایز ایجاد میکنه بین اون نقطه و جای مختلف و قشنگ توی نقشه به عنوان یک نماد و یک سایشنن، حالا میگن اصطلاحاً یا یک اصطلاحاً چی میشه گفتش، یه پرچم حساب میشه برای اینکه بگن که خب این زمین چمنه، بغلش میتونه پایگاه موشکی باشه. اما ممکنه اون بغلش 10 متر 20 متر اون ورترش اون پایگاه موشکی هم باشه مثل این عکس‌ها. اما ببینید دقیقاً ایران هم اسکل نیست، میدونه اونا رادار دارن. اینها ممکنه عملیات فریب باشه، حالا جلوتر به شما میگم. بعضی وقتا برای تست و تنظیم رادارها و سنسورها از این چمنه استفاده میکنن دیگه، چون این رادارها باید اجسام رو از دور ببینن یا موشکایی که قرار جهتیابی بشن باید تفاوتی ایجاد بکنن. همه نیاز دارن یه روی سطحی تمرین بکنن که نویز نداشته باشه. مثال برای شما میزنم، این زمین چمنه، اینم توی تصاویر ماهواره این کیفه دارم توضیح میدم. مثلا حالا بذار عکس نذارم چون دیوونه‌ام من دارم. ببینید این زمین چمنه است. وقتی شما در نگاه اول نگاه میکنید فکر میکنید که مثلا اینا زاغای مهماته و دشمن هم اینا رو میبینه، اما ممکنه که حالا این اطلاعات محرمانه نیست، من دارم تحلیل میکنم. ببینید ممکنه که انبار موشکی ورودیش اینجا باشه، این پایین باشه، یا مثلا اینجا باشه. اون کسی که این زمین چمن ساخته میگه زمین چمن اگر دیدی از سمت لفت، مثلا از سمت راست 100 متر برو راست، 50 متر بیا پایین‌تر، اینجا میشه ورودی. اگر موشک نزدیک این نقطه شد بزنش، نزدیک اینجا شد، اینا فقط تلست، یعنی فقط این چمنه رو گذاشتن که باهاش بتونن یه علامت بدن دیگه. دیدید مثلا توی جمعی میرید، یک مثلا من یکی رو میبینم مثلا کچلم دیگه، میگم اون کچله رو دیدی روبروش، مثلا 200 متر برو جلو روبروش اون آدم، مثلا کچله مثلا اینجوری میتونه رد بده دیگه. از این زمین چمنی که کارهایی که داره اینه دیگه، یعنی میتونن باهاش اصطلاحاً توسط رادارها کالیبره بکنن یا توسط رادارها شناسایی بکنن. اگر اون چمنه نباشه، اون زمین سبز نباشه، نمیتونن بهش مختصات بدن، چون رادار نمیتونه زمین رو اسکن بکنه که میگه از این زمین چمنه 100 متر این ورترش یا از این زمین 100 متر اون ورترش. حالا اون
موساده، اون CIA، اون کشور خارجی که میخواد حمله بکنه، دقیقا نمیدونه که از اون زمین چمن چند متر بعد این ورتر یا این ورتر رو بزنه. ولی اگر جاسوس داخل اون سیستم داشته باشه، اون موقع است که میتونه بفهمه و با واسطه این چمنه میتونه اون رادارش رو درست بکنه. و اصطلاحاً این چمنه مثل کاغذ سفید برای تست کردن دیگه، اینجوری سیستمش عمل میکنه، چون خاک توش غبار بلند میشه، نمیدونم سنگ، سیگنال ها روش وقتی میان منحرف میشن و چیزهای مختلف. و گفتم دیگه ممکنه برای پنهان کردن یه سری تجهیزات در دید ماهواره باشه دیگه. وقتی یک کامیون یا یک لانچر که روش موشکه روی زمین خاکی باشه، این رد لاستیکش به وضوح توی تصاویر ماهواره دیده میشه. ولی اگه چمن باشه یا اصلا یه زمین بزرگ چمنی باشه، سایش کمتر میشه، رد لاستیکش مشخص نمیشه و از بالا دیده نمیشه. یعنی واقعا چمن میتونه یک استتار طبیعی باشه و اینکه کسی نتونه هیچ کاری رو اونجا بکنه یا بزنتش، چون بعضی از این ماهواره‌ها به لحظه میگیرن. یا برای ایجاد یک علامت اشتباه دیگه، اصطلاحاً میگن فریب دادن. مثلا گاهی وقتا ارتش یا سیستم امنیتی عمدن یه زمین چمن درست میکنن تا اون دشمن فکر کنه مثلا اونجا یه پایگاه مهمیه، در واقع اونجا یه دونه تومه است. مثلا دشمن مثلا میزنه اون نقطه رو چون فکر میکنه مثلا اونجا پایگاهه، ولی واقعا اونجا چیزی نیست و پایگاه واقعی چند کیلومتر پایین‌تره، یه 100 متر پایین‌تره، گفتم دیگه. و این چمن اصطلاحاً یک نوع عملیات فریبه. و حتی بعضی وقتا میتونه یه کاربرد دیگه هم داشته باشه، مدیریت سایه زنی هم داره، یا بعضی وقتا میتونه درست عمل بکنه. ببین اینا، این تکنیکایی که من دارم راجع به صحبت میکنم واسه کشوریه که از آدمای دانشمند و نخبه استفاده بکنه و از این چمن‌ها استفاده مثبت بکنه و بدونن که این چمنه مثلا میتونه این کاربرد رو داشته باشه. اما توی اون سیستم داخل ایران خب احتمالات دیگه ای هم وجود داره، درست مثل پروژه‌ای که الی کوین یا اصطلاحاً الی کوهن داشت، جاسوس موساد توی سوریه، که تو ویدیوهای قبلی هم راجبش صحبت کردم، که توی جولان گفته بود که میخوام درخت بکارم برای سایه، ولی سایه قرار اون اتفاق بیفته. این سایه امنیتی بود که برای استتارهای تجهیزات نظامی بود که تو ایران هم اصطلاحاً بهش میگن اون سایه تبدیل شده به چمن، سطحیه که اختلاف دمایی رو کمتر میکنه و اصطلاحاً متوجه میشن که اونجا پایگاه. یعنی ممکنه یه جاسوسی هم وجود داشته باشه گفته باشه آقا برید زمین چمن بسازید برای فوتبال، به قول یارو برای فوتبال مثلا بازی کارمندای اونجا، در صورتی که اون ممکنه که یک پلم باشه. یعنی مثلا اون رو گذاشتن که پایگاه موشکی لو بره، مثلا یه سرداری رو موساد استخدام کرده، اونم گفته که تر نشاط و شاطی رو ببریم برای پادگان‌های نظامی، بیایم زمین چمن بزنیم، در صورتی که این زمین چمنه. این هم میتونیم بگیم اما خب به حال اینا تحلیلایی که اتفاق میفته. اما ببینید گاهی وقتا میتونه این موضوع فریب یا گمراهی یا عملیات روانی باشه، ولی این فقط نمیتونه مثلا یه ماجرای علمی باشه، مثلا ممکنه یک بازی امنیتی روانی هم باشن دیگه. جنگندهای اسرائیلی وقتی میان عملیات انجام میدن دنبال یه دونه مثلا مختصات دقیق میگردن، اما وقتی مثلا پایگاه کنارش و یه زمین چمن است، مثل یک عکس یادگاری میمونه دیگه، قشنگ براش میگه نیازی به لوکیشن نداره. مثلا میگه کنار اون چمنه مثلا تو دل کویر مثلا یزد، مثلا کنار اون مربع سبزه تو بیابون تبریز، مثلا حتی یه بچه مدرسه‌ای هم تو گوگل ارت میتونه پیداش بکنه. پس چرا خودشون رو لو میدن؟ چرا عمدن چمن میکشن وسط بیابون؟ این دیگه واقعا یه عملیات دولایه است دیگه. یکی از سناریوهایی که مثلا این چمن‌ها خودشون میتونه هدف اصلی نباشه یا یه لوکیشن جعلی باشه، یعنی واقعا مثلا گول بزنن. و حتی این چمن‌ها میتونن یک امضای امنیتی باشن دیگه. برای همین خیلی از انبارهای مهمات و کنار مثلا یه زمین چمن میسازن که
بتونن با یه زاویه خاص، با یه مثلا آبیاری خاص، حتی مثلا جنس چمن خاص که بعضی وقتا مثلا چمن مصنوعیه، فقط هدف رو ظاهر سازی بکنن و مثلا یه جای طبیعی رو نشون بدن که تبدیل بشه به یک امضای امنیتی و بعد از اون بتونن ازش محافظت هم بکنن دیگه. ولی بعضی وقتا میگن دیگه همون قدری که دیوار و سیم خاردار اهمیت داره، چمن هم اهمیت داره و بعضی وقتا دقیقا اون جایی که هیچ چمنی نیست ممکنه خطرناکترین نقطه ممکن باشه، چون اونجا میتونه یک پایگاه مخفی باشه که هنوز آشکارسازی نشده. یعنی خیلی رک بگم و واقعا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم همه چی رو با هم، چمن کنار پایگاه موشکی ایران یعنی رمز. حالا میتونه رمز فریب باشه، رمز آزمایش باشه یا رمز جنگ. یه مربع سبز مثلا این شکلی هم که دارید میبینید خودش میتونه 1000 بیت داده باشه برای رادار، برای تحلیلگرا، برای ماهوارا، برای پهپادهای جاسوسی. و واقعا مثلا حالا میفهمین که بعضی وقتا چرا مثلا اسرائیل بارها و بارها به نقاط اشتباه حمله کرده و اینکه چرا بعضی از این پایگاه‌ها مثلا هیچ وقت کشف نشده و ایران همچنان میتونسته با لانچرها شلیک بکنه. دقت کرده باشید اونها حمله میکرد، ایران هم حمله میکرد. چرا مثلا توی جنگ‌های آینده چیزی که ما فکر میکنیم نشونه است میتونه تومه باشه؟ نمونهش رو ما الان دیدیم دیگه، امتحانش رو توی جنگ ایران و اسرائیل پس داد این قضیه. یادت باشه تو دنیای امروز زمین چمن دیگه فقط برای فوتبال نیست. یه وقتی دید وسط همون چمن یه موشک شلیک شد و ما هنوز داشتیم دنبال خط آفساید میگشتیم. خیلی مخلصیم. حالا اگر دوست داشتید شما برای ما کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. این ویدیو رو من از زوایای مختلف سعی کردم بررسی بکنم، چون یه عده میگفتن آقا نمیدونم تو داری مختصات لو میدی. سلطان این مختصات لو دادن نبوده، دقیقاً توضیح دادم دیگه. گاهی وقتا این چمنه میتونه عملیات فریبم باشه. پس تو این ویدیو متوجه شدی که چرا زمین چمن تو دل کویر هست، چرا بغلش چند تا ساختمون هست که شبیه پایگاه موشکیه و چرا میتونه یک عملیات فریب باشه. امیدوارم به این سوالاتت پاسخ داده باشم مستر ارزشی که توی مغزت به جای مغز چیز دیگه ایه که نمیری فکر کنی. حالا امیدوارم این ویدیو مغزتو پر کرده باشه و از آکبندی درش آورده باشه. خیلی مخلصیم، دمتون گرم.